السلام علیکم. داملای شیرین سخن حاجی میرزا. در محله ما زنهایی هستند که دهان گفته حقارت میکنند. با آنها چطور مناسبت کنیم؟ جوابش حتما دهید. اینا را برادر عزیز، این بیماری دوا دارد فقط به واسطه گفتگوزار. در اصل خیلی بی‌حیایی و بی‌شرمی است وقتی که از زبان زنها دشنام‌های ویم قبیح صادر می شود که اطراف تا همه مردم می شنوند. اگرچند حبیب خدا سباب المسلم فسوق می گوید، دشنام دادن یک مسلمان آدم فاسق می گرداند. لیکن این فقط شما می توانیم به واسطه فهماندهی در یک خانه جمع شون کنیم. همین زنهایی که هستند، زنهایی که مثال گوییم از کار خدا و از کار شریعت دورند، اگر دلسوز باشی چند نفری او را جمع کن، یک داملا را دعوت که رفته امر معروف شون کند. بهترین راهش همین است. باور کنید دیگر اونا را به سیاست و به گپ گنده، اونا را ما و شما هیچ وقت از این دشنام، از این راه بد باز داشته نمیتوانیم. جمع شون کنین در خانه 10 کس و 15 کس دعوت کنین، یک آدم اهل علم رفته موعظه شون کند، سوال و جواب کند، انشاءالله بهبودی پیدا می شود. یگانه راه حاضر همین است. استاد من خدا رحمت شون کند، بابای ملا شریف احمد میشناسین، هر زمان یک سخنی را میگفتند که میگفت در راه می آمدون، در اتوبوس های همون زمانه سوار بودم، بعدا میگوید به همین کوچه وطخاصی که ما و شما میگوییم، به همین جا میگه گذر کردیم، فصل زمستان بود، نگاه کردم که یک پرنده در داخل همون آب در یک حالت خیلی لرزان قرار دارد. خیلی از وقت یک پرنده در خنکی در آب خنک باشد، میگوید هیچ فرصتی نشد که از همون اتوبوس فرامو همون پرنده را همراه خود گیریم. همون زمان به نام خدا به طرف ما میگفت که ما همچه یک فرزند، اون زمانا با خورتر بودیم، میگفت 10 سال گذشته است همون غم پرنده از دلم دور نرفته است. دایم میگفت فکر همون پرنده را میکردم، حال همون پرنده چی شد. در اصل حبیب خدا میگن اگر شما در ذبح یک گنجش اگر دل شما غم خورد، الله روز قیامت بالای شما رحم میکند. یعنی انسانی که اگر رحم دل باشد، انسانی که سخت دل نباشد، بے رحم نباشد، سوام اهل جنت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن عفیف متعفف ذو عیال. ببینید یک کسی که عیال زیاد دارد، 6 فرزند، 7 فرزند، 10 فرزند دارد، لیکن دست طلبندگی ندارد. یعنی انسانی که صاحب عیال است، فرزندای زیاد دارد، لیکن میان بستگی و کار میکند برای این فرزندای خود از راه حلال پول دریافت میکند و اینها را شکمشان سیر میکند. حبیب خدا گفت این گونه شخصم روز قیامت از اهل جنت است. یعنی مراد از طلبیدن باید بنده های خدا دور باشد. طلبیدن بسیار یک بیعاری است، طلبیدن بسیار یک ناخوبی ها دارد. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن اگر شما دانین که طلبیدن چی بیعاری و چی بیعزتی میارد، من باور دارم که شما یک قدم به سوی طلبیدن نمیزنید. افسوس که شما از این درک ندارین، از بیعاری او، از بیعزتی او. حالا بینین امروز بعد از اهل علم مثال دستی طمع دارند. این بسیار بدبختی است در اسلام که وقتی یک شخصی که اگر معروف و مشهور باشد با از بنده های خدا پول طلبد یا دستی طمع دراز کند، حق مرا دهین، برای من حق جدا کنین، اینا همه هیچ وقت در اسلام
موردی پسند نیستند. الحمدلله که این سه طایفه اهل جنت، ماها انشاءالله این حدیث رسول اکرم گوش انداختیم و کوشش کنیم که از جمله اگر رهبر باشیم با انصاف و با عدل خدا ترس باشیم، اگر رهبر نباشیم انسان باشیم که مهربان باشیم، غمخوار باشیم و دیگر برای فرزندای خود از راههای حلال و درست مبلغ دریافت کنیم و شکم اونها را سیر کنیم و دست طلبیدن هیچ وقت دراز نکنیم. این حالت ما از اهل جنتیم. پس می آییم با این آیت هایی که من از سوره مبارکه یاسین خواندم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکهون. پروردگار میگوید جنتی ها در جنت سرگرمی نوش و نعمت های پروردگارند. یعنی وقتی جنتی ها که در جنت می درآیند و نعمت های چشم انسان او را نادیده وقتی روبرو می شوند، بسیار در او سرخوش می شوند و بسیار در او سرگرم می شوند. هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. پروردگار میگوید جنتی ها همراه عائله های خود، همراه این زنهایی که در دنیا دارین و همراه حورهایی که پروردگار برای شما بغیر این زنها در جنت نصیب میگرداند، فی ظلال علی الارائک متکئون. شما همراه این زنهای خود و حورهای جنتی که اونجا وقت این زنهای دنیایی با حورهای جنتی روبرو می شوند، مثل این دنیا بین اونها جنگ نمی شود، بین اونها نافهمی نمی شود، بین اونها ناراضگی نمی شود، بین اونها گویم که شرط ماندن نمی شود که من با تو زندگی میکنم زمانی که این زن اگر تو طلاق ندهی، تا اگر این زن دوم یا سیوم طلاق نمیکنی من برای تو زن نیستم، من به تو زنی نمیکنم. اونجا این شرط ها و این معامله های دنیایی در جنت وجود ندارد. بین اونا نه کینه است نه حسد است، بلکه همشان یک مقصد دارند، شوهر از جانشان دیده دوست می‌دارند. همه اونها فقط و فقط تمام زیبایی خود، تبسم خود، همه گوی معامله های خوبی خود فقط برای شوهرشان میکنند. هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. پروردگار میگوید ای جنتی ها، من شما را در اطراف این 72 حوره که برای شما میدهم، شما را در بالای کتهای زیبا و کتهای پرقیمت میشینانم و شما در بالای این کتها با این زنهای خود، با این حورهای خود معیشت میکنید. فی ظلال، در سایگی های درخت های جنت. لهم فیها فاکهة و لهم ما یدعون. پروردگار گفت در بالای اون کتهایی که شما می نشینین، اون کتها خالی از دسترخوان نیستند. اونجا دسترخوان ها پرتافته شده، تمام میوجاتی که در جنت است در پیش شما گذاشتگی. و ما یدعون، و هر چیزی که خواهش و دل شما میل دارد در پیش شما آراسته شده است. ببینید چه معامله خوب برای جنتی ها پروردگار میکنه. پس وقت اینها را وقت ما میشنویم که ما به نام آن خدایی که ما و شما را آفریده است
ماها وصف جنت کردن میتونیم. ماها ناز و نعمتهای جنت برای شما با پررگی بیان کردن میتونیم. از هوای او، از شمال او، از زمین او، از بازارهایی که در جنت می شود. بازارهای جنت است، در جنت هم بازار است، فقط بازار جنت از بازارهای دنیا فرق زیاد دارد. در بازارهای جنت وقتی ما می دراییم اونجا یک شمال زیبای پیغمبر خدا گفت میوزد که این شمال وقتی بر روی شما به لباسهای شما میرسد لباسهاتان زیبا می شود، چهرهاتان باز هم زیباتر می شود. وقتی از این بازار شما بیرون می شوین نزد اهل خود می روین، اهل شما به شما می گوید از کجا آمدین که جمالهای شما باز هم زیباتر شده است. ما می گوییم که از بازار جنت آمدیم. این منظره ها را ما بیان کردن میتونیم تا اگر ما و شما در داخل او نباشیم، با چشم سر اونا را مشاهده نکنیم، امروز این زبانهای ما وصف جنت کردن میتونند. فقط من به خاطر او یک چند جمعه دنبال این جنت به شما صحبت کردم تا که شما را میلتان، تا که شما را خواهشهاتان بازم به سوی جنت زیاد شود. در دوام آیات پروردگار گفت سلام قولا من رب الرحیم. وقتی جنتی ها، وقتی اهل جنت از دروازه جنت که در جنت می در آمده‌اند و پروردگار که اونها را استقبال می گرفته است، بعدا صدای می آمده است سلام قولا من رب الرحیم. پروردگاری مهربان، پروردگاری با عزت به سوی جنتی ها می گفته است السلام علیکم یا اهل الجنه. سلام علیکم بر شما ای بندگان من، خوش آمدین به این جنتی که من در دنیا برای شما او را وعده کرده بودم. ما با سلام پروردگار وارد جنت می شویم. پس می آییم با حدیث هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای دیدار پروردگار در جنت که من گفته بودم که این جنت برای شما حدیث هایی که صحیحی که در جنت دیدار پروردگار است، جمال پروردگار است که ما و شما اکثریت ما دعا میکنیم در دنیا که خدایا ما را با جمال خود در آخرت روبرو بگردان. انا همون جمالی که امروز ما در دنیا او را دعا میکنیم، پروردگار ما را در جنت با جمال خودش روبرو میکرده است. همین من از حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای شما میخوانم تا که حقیقت این در شما روبرو شوید که در اصل دیدار پروردگار برای اهل جنت حق است و لقاء الله تعالی لأهل الجنه حق. در عقاید میگذرد که لقای پروردگار برای اهل جنتی ها حقیقت دارد. یعنی البته جنتی ها در جنت با دیدار پروردگارشان روبرو می شدند. این حدیثی که الحال من برای شما می خوانم از جریر ابن عبدالله که راوی این حدیث است، می گوید کنا عند رسول الله صلی الله علیه و سلم فنظر الى القمر ليلة البدر وقال انكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. متفق علیه. حدیثی هست که هم بخاری روایت میکند، هم مسلم روایت میکند، هم ابو داود و هم ابن ماجه و هم نسائی و دیگر کتب احادیث همش اتفاق نظر دارم به این حدیث که جریر ابن عبدالله میگوید
ما نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودیم. این هنگام فنظر الی القمر لیلة البدر، حبیب خدا به سوی مهتاب نگاه کردند. مهتابی که ما و شما در شب 14 و 15 وقتی به مهتاب نظر کنید چقدر روشنی زیبا دارد، همچنان روشنی دارد که دنیا را همگیش روشن میگرداند. به سوی همون مهتاب نظر کرد و به سوی همه ما اصحاب و بندگان خدا گفت اینکم سترون ربکم عیانا کما ترون هذا القمر. گفت ای بندگان خدا، روز قیامت شما پروردگارتان میبینین همچنانه که امروز شما به مهتاب به یگان مشقت و به یگان مزاحمت به یگان مشکلات شما به همین مهتاب نظر دارین، همچنان روز قیامت پروردگارتان با چشم سر میبینین. چگونه همین مهتاب دیده ایستاده این؟ آیا در دیدن همین مهتاب یگان مشکلات به شما گفت احساس می شود؟ گفتن نه. گفتن انا همچنان پروردگارتان روز قیامت شما می بینید. شما در جنت مثل مهتاب به اون نظر می اندازید. این حدیث هم دلالت به چی می کند؟ به دیدار پروردگار در روز قیامت می کند. فقط در دنیا دیدن پروردگار به کسی میسر نمی شود، زیرا الله خود در قرآن می گوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. هیچ چشم ما را در دنیا نمی بیند مگر همه چشم ها را ما می بینیم. گفت پروردگار. این دلالت بر اون میکنه که در دنیا کسی و حتی حدیث هایی که در عقاید ابو جعفر طحاوی هم آمده است، حدیث عایشه است که کسی که گوید محمد صلی الله علیه و سلم در شب معراج پروردگار دیده است او دروغ میگوید. مثلا حتی شب معراج هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سفری خود که با دعوت پروردگار نزد الله رفته بود، حضرت عایشه مادرمان گفت کسی گوید که محمد خدا را دیده است او دروغ میگوید. زیرا در همین عقیده طحاویه باز حدیث دیگر هم میگذرد که وقتی از رسول الله ابی ذر غفاری میگوید پرسیدم هل رأیت ربک، ای حبیب خدا تو خدا را دیدی یا ندیدی؟ میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر من جواب گردانید که من نور دیدم، یعنی رأیت نورا، من همون شب نور دیدم. پس اینا دلالت بر همین میکند که در دنیا خدا را دیده نمی شود. حتی قصه حضرت موسی هم دلالت بر همین میکند که وقتی که حضرت موسی در مقام خود آمد، همه ما و شما میدانیم که موسی به یگان واسطه با پروردگار سخن میگفت و کلم الله موسی تکلیما. حضرت موسی با پروردگارش سخن میگفت و حتی وقتی که سخن گفت حضرت موسی را میگد بسیار ذوقش آمد و به سوی پروردگار چی گفت؟ قال رب ارینی انظر الیک. پروردگارا ما به واسطه جبرائیل با تو سخن میگویم، صدای مرا ذات تو میشنود، صدای تو را من میشنوم. ای پروردگار خواهش این دارم که یک بار جمالت برای من نشان ده. رب ارینی انظر الیک. قال لن ترانی. از پروردگار جواب آمد ای موسی مرا دیده نمیتانی.
من میدانم که تو خواهش داری، میل داری، لیکن مرا دیدن نمیتانی. حضرت پروردگار در دوام آیه چی گفتند؟ انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی. گفتند موسی برای آن که تو باوری حاصل کنی که تو مرا دیدن نمیتانی، به سوی کوه نظر کن. اگر همان کوهی که در پهلوی توست یا در نزد توست اگر قوت دیداری من کند، من جمال ما برای تو نشان میدهم. فلما تجلی ربه للجبل، وقتی پروردگار میگوید نور تجلی خدا به سوی همون کوهی که اشاره کرده بود روانه کرد، بعد این نور الله به کوه رسیدن چی شد؟ جعله دکا و خر موسی صعیقا. پروردگار میگوید وقتی که نور تجلی الهی به این کوه زد، بعد زدن این کوه پاره پاره شد و خر موسی صعیقا. موسی این حالت دید، میگوید به زمین داد و بیهوش شد. بعد میگوید به هوش آمدن حضرت موسی گفتند سبحانک تبت الیک و انا اول المؤمنین. پروردگارا بزرگ هستی تو، پاک هستی تو، توبه کردم خدایا من اولین شخصی هستم که ایمان به ذات تو دارم. اینم دلالت بر او میکند که حضرت موسی هم گویم به دیدار پروردگارش در دنیا موفق نشد. پس ما عقیدمان همین است که دیدار پروردگار برای اهل جنت در بهشت البته موفق می شود. در دوام حدیث می خوانیم، حدیث صهیب است که این مسلم روایت کرده است. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل اهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم. میگوید وقتی که اهل جنت در جنت می درآیند، پروردگار به سوی جنتی ها می گفته است میخواهید چیزی که برای شما زیاد کنم؟ میخواهید؟ جنتی ها می گفتند الم تبیض وجوهنا الم تدخلنا الجنة و تنجینا من النار. پروردگار وقتی میگفته است میخواهید که من برای شما چیزی را زیاد کنم، للذین احسنوا الحسن و زیاده. پروردگار میگوید برای انسانهایی که در دنیا عملهای صالح زیاد کردند ما پاداش خوب میدهیم و زیاده. و این زیاده که در آیت قرآن آمده است، مفسرای کرام میگویند این زیاده جمال پروردگار است. برای آن کسانی که در دنیا عمل صالح کردند هم پاداش نیکو و زیاده. این زیادهش گفتند دیدار پروردگار است. دیگر آیت های قرآنی که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. آن روز چهره ها شادابند، چهره ها خرسندند. در روزی که خداوند ما را اهل جنت کند، چهره های ما و شما را مثل ماهتاب درخشان میکرده است و بعدا ما و شما را در جنت داخل میکرده است. و این آیت های قرآن دلالت به این میکند الی ربها ناظره. این چهره های تابان ما، این چهره های سفید ما نظر کننده به سوی چهره پروردگار هستند. وقتی میگفت است تريدون شیئا ازیدکم، آیا برای شما زیاده گردانم چیزی را؟ جنتی ها میگفتند الم تبیض وجوهنا. پروردگارا آیا ماها را نورانی نگردانیدی؟ آیا این چهره های ما را مثل ماهتاب گردانیدی؟ آیا برای ما اینقدر نوش و نعمت زیاد گردانیدی؟ و تدخلنا الجنة،
آخه ما را وارد جنت کردی و تنجینا من النار، ما را از آتش دوزخ نجات دادی، باز چی برای ما نصیب میگردانی؟ بعدا حبیب خدا گفت در دوام حدیث فیکشف الحجاب فما اعطوا شیئا احب الیهم من النظر الى ربه. ببینید بعد از این پروردگار فیکشف الحجاب، پروردگار به ملائکه ها امر میکرده است، مثل صحنه که ما و شما اگر در یگان صحنه اشتراک داشته باشین پرده ها کشیدگی هستند، پس پرده را ما و شما نمیبینیم، فقط منتظریم که کی پرده بیرا می شود و آن کسانی که پس پرده‌اند ما اونها را ببینیم. چه حالت است؟ مثلا کیا هستن پس پرده؟ بعدا پروردگار پس پرده ایستادگی است، فیکشف الحجاب، بعدا امر میکند به ملائکه های خود پرده را بیراه کنید، آن پرده ای که گویا پیش جمال پروردگار است. ملائکه ها میگوید پرده را بیراه میکنند، فما اعطوا شیئا احب الیهم من النظر الی ربهم. هیچ چیز افضلتر و هیچ چیز از نعمت گرانتر برای بنده در اون حالت از جمال پروردگارش دیده هیچ چیز نیست. وقتی میگه پرده ها که بیرون میشوند بیراه میشوند، بنده های خدا میگوید همین تا یک آشکارا با جمال پروردگارشان روبرو میشوند. من میخواستم همین در یک مصرع های نظمی که حضرت مولوی جنون رحمت الله علیه این حدیث رسول اکرم در رشته نظم در آوردن برای شما میخوانم و بعد این انشاءالله دعا میکنیم. ز لطف خویش فرمان میکند رب به سوی آن ملک های مقرب، حجابی که بود گیرند از پیش، به عشاقان نمایم جلوه خویش. فرمان میداد از پروردگار به سوی ملائکه های مقرب خود که این ملائکه های مقرب این پرده های در پیش بوده را بیراه کنید تا که این عاشقان پروردگار به جمال پروردگارشان روبرو شوند. بگردن آن ملک ها پرده بردار، ببینن اهل جنت زود دیدار. همه در سجده افتان است و حیرت، ز خود بی خود شوند از ذوق وحدت. این وقتی که پرده ها که برداشته می شده است، پروردگار که جمال خودش به بنده های خودش که نشان می داده است، همه بنده های خدا می گوید از ذوق از شوق می گوید بیهوش می شوند، به یک قول فرو مانند 100 سال، ز ذوق دیدن دیداری حق لال. و دیدار پروردگارشان با یک قول حضرت مولوی می گوید 100 سال بنده های خدا می گوید بیهوش می شوند و در ذوق دیدار پروردگارشان در راحت می روند. پس آنگه امر سازد عالم راز، به سوی جبرائیل صدر پرواز. محبان را ز مستی ساز بیدار، که تازین به خودی گردند و هوشیار. بعد 100 سال پروردگار به جبرائیل بعد امر میکرد جبرائیل این عاشقان من، این کسانی که از ذوق دیدار من در مستی رفتند، رو اینها را بیدار بساز. روان در قصرهای خویش شادان، که دارن انتظار حور و غلمان. اینها را رو بیدار ساز. ما بغیر دیدار خود با برای اینا قصرها ساختیم، در قصرها برای اینا حورها گذاشتیم، برای اینا در قصرها خدمتگارها گذاشتیم. روان از
قصرها و از نوش و نعمتهای در داخل قصر لذت برند. رو بیدارشان کن، روان به قصرهاشان. بیاید جبرائیل از امر جبار که دارن انتظاری، بیاید جبرائیل از امر جبار کنن آن جمله را از خواب بیدار. جبرائیل می آمده از بعد اهل جنتی که 100 سال از ذوق دیدار پروردگارشان بیهوش خواب بودن، همگی شب بیدار می کرده است. بگوید این چنین شد امر سبحان، روند در قصرهای خود محبان. همگی من بیدار میکرد است و میگفت است روید قصرهاتان روید. پروردگار همچنان فرمان داد که روید، دیگر نعمتهای پروردگار باز منتظر حال شما هستند. شوند در گریه ها و شور اوغان. همه جنتی ها بعد این که میشنوند سخن جبرائیل که پروردگار امر کرده است که روند قصرهاشان، روند نزد حورهاشان، روند آن مکانی که هر چیزی که میخواهند خدا برای او آماده کرده است. وقتی این سخن از جبرائیل که میشنیدند، همش میگوید در شور و در فتور و در غوغا و در گریه میگه فرو میمانند. برای چی؟ برای چی گریه میکنند؟ شوند در گریه ها و شور و افغان که حاجت نیست ما را حور و غلمان. ما حاجت نداریم، میگوید پروردگار برسان برای پروردگار ما که ما حاجتی غور و غلمان نداریم، ما حاجتی نوش و نعمتهاش نداریم، ما حاجتی اون صوب و اون بهترین نعمتهایی که در جنت است و او هیچ حاجتی نداریم، بلکه چی حاجت داریم؟ شوند در گریه ها و شور افغان که حاجت نیست ما را حور و غلمان. بجز این لذت این ذوق و نظاره نظر سازیم تا به اون دوباره. فقط میلمان همین است، فقط خواهش با پروردگار بگو همین است که باز یک بار دیگر نظر در چهرش کنیم، باز یک بار دیگر نظر در جمال پروردگار ما کنیم. دیگر بجز این دیگر هیچ میل نداریم، هیچ خواهش نداریم که مقصد اوست. نبود میل اغیار، مراد ما در عالم بود و دیدار. بجز دیدار دیگر هیچ مراد نداریم، هیچ مقصدی نداریم. بسازن آنقدر افغان زاری، شود فرمان ز فضل لطف باری. که فردوس و همان نعم و بهشتم، تمام او بری ایشان سرشتم. رو باز یک بار دیگر جبرائیل بگو و من جنت مرا ببینن، قصرهای مرا ببینن، چه ناز و نعمت برای آنها کردم. و بعد این به آنها برسان که به دنیا دیدن 100 رنج خواری، غریبی و ریاضتهای زاری. کنون رفته شوند در عیش جنت، بنوشید شادها ساعت به ساعت. به هر جمعه بیاین اندر اینجا، ببینید این جمال و جلوه ما. رو گو به آنها رسان که تمام آن نوش و نعمتهایی که در جنت برای ریاضت اونها، برای مشقت اونها، برای این قدر مهنت و زحمتی که در دنیا کشیدن، روان نوش و نعمتها را استفاده برند. من که پروردگار اونها هستم، وعده میتونم که هر جمعه روزی در جنت در همین جا آیند، من جمال ما به شک برای اونها نشان میدهم. هر جمعه در جنت دیدار پروردگار برای جنتی ها آماده شده است. انشاءالله ما هر جمعه این جمعه را بزرگیش ببینیم. جمعه را در دنیا پروردگار فضل داده است، در آخرت هم جمعه را پروردگار فضل داده است. این جمعه هایی که شما با ذوق و با شوق آمده میخوانید، این جمعه هایی که شما به گرمیش نگاه نمیکنید، به سردیش نگاه نمیکنید، به سودا و به آن شرایط هایی که دارین نگاه نمیکنید، به راه های دوره که شما دارین ترک میسازین، میایین جمعه میخوانید به نام آن خدایی که ما و شما را آفریده. شما در عوض این مهنت هاتان در پیشگاه پروردگارتان هم جنت
هم نوش نعمت جنت، هم دیدار پروردگار در جنت روبرو میشویم. خوش به حال همه شما. انشاءالله من از پروردگارم امید دارم و از این بشارت و از این حدیث های خیلی به عددی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای بنده های خدا بشارت دادن، همه این حاصلش این است که برادرای عزیز و گرامی، یگانه ما و شما از راه خدا و از راه رسول کناره نشویم، بیراه نرویم. انشاءالله ما و ما با این ناز و نعمت هایی که من برای شما طی چند جمعه شد بیان میکنم، وعده پروردگار حق است، ما و شما البته داخل این جنت میشویم. حبیب خدا میگه کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. قیل و من یعبا یا رسول الله؟ قال من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط ابا. ببینید همه امتی من جنت می رود. این خیلی بشارت است. همه امتی من جنت می رود مگر آن کسانی که جنت نمی خواهند. ای حبیب خدا کی هاست آن به انصاف ها، کی هاست آن به عقل ها، کی هاست آن شخصانی که فهمیش ندارند که این گونه مکان، این گونه گویم که جای زیبا را خواهش ندارند؟ کی هستند؟ حبیب خدا گفت کسی در دنیا مرا دوست داشت، سنت های مرا دوست داشت، پایبند سنت های من بود، آن چیزی که گفتم از خط کشیده من بیرون نشد، او را خواهشش جنت است، او پاداشش جنت است. لیکن کسی که در دنیا فقط و فقط سخن ما را گوش کرد و او را عملی نکرد، معنای این را دارد که او جنت نمیخواهد. از این خاطر ماها برادر عزیز و گرامی باز میگردم به همون صحبتهای خیلی پیشینه، حبیب خدا را از پدر و مادر ما دیده ماها باید دوست داریم، ماها باید بالاتر دانیم، باید عزیز دانیم، باید نگذاریم که هیچ یک انسان در راست پیغمبر ما و شما یک سخنی اندک کجم که باشد گفته نتواند که این نشانه بی‌غیرتی ما، نشانه بی‌محبتی ما را در پیش همون انسان اثبات میکند و نشان میدهد. این است برادرای عزیز و گرامی موضوعهایی که من طی 5-6 جمعه برای شما آنقدر علمی که داشتم، آنقدر فهمیشی که داشتم، آنقدر قدرتی که خدا بر من داده بود من برای شما آگاه کردم. فقط در آخر از پروردگارم خواهان او هستم که خدای مهربان این بهترین مکانه با این بهترین نوش و نعمتها، با بهترین شرایطی که برای بندگان خود پروردگار آماده کرده است، خدا برای همه ما و شما موفق گرداند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و گرامی، امروز الحمدلله که مسجد ما و شما خدا را شکر که با قومش زیباگی دارد، با سخنهای خدا و رسول به گوش شما رسانیدن زیباگی دارد. و الحمدلله که زیباگی دیگری مسجد ما و شما این است که برادرای ما و شما از راههای دور و نزدیک به این مسجد ما و شما می آیند، گوش می اندازند برای خاطر ثواب، برای خاطر پاداش بزرگ گرفتن. باز هر کدام اونا از ما و شما فایده میگیرند، ما از اونا فایده میگیریم و بعدا باز از پی خانه هاشون میشوند. خدای مهربان این برادرایی که از چی برادرای ما داملا عبدالله و چی برادر ما قاری صدردین و چی برادر قاری شمشاد و دیگر اینجا برادرایی که از ریگر و از قرغان تیپه و از دنگره و از شهر دوشنبه و دیگر جایهایی که اینجا در حضور دارند، خدای مهربان قدمهاشان حسنات نویسد و خدای مهربان برای این محبت و این ذوقی که در دل دارند خدا بهترین پاداش که جنت دارد، رضاگی خودش دارد، دیدار دارد. خدا برای این برادرای ما هم موفق گرداند و نصیبشان گرداند
و خداوند عبادت هاشون قبول بگرداند و صحت و سلامت خدا به خاندانشان رساند. السلام علیکم استاد عزیز. ما یک گروه جوانان برای آبادی مسجد سهمگذاری کردند و التماس دعا دارند. برادر ما حاجی محکم برای فرزندانش، برادر سیم‌الدین ایشان دعای خیر برای خود، علی شیر برادر ما برای پدرش حاجی عبدالمنان که بیمارند و حاجی نسیم از حصار طلب دعا کردند. برادر ما حاجی جمشید از حصار طلب دعا کردند و برادر دیگر من حاجی جلال الدین از حصار برای پدرش که بیمارند التماس دعا کردند. در حق این برادران که اینجا حضور دارند دعا کنیم که خدای مهربان خیر احسانهاشون قبول گرداند و خداوند در نامه اعمالشان ثواب این کتابت فرماید و همه آرزو و امیدهاشون خدای مهربان حاصل گرداند. و دیگر برادرهایی که اینجا در نام نویس شدند، برادر ما الهام بچه امام، برادر که قریب 2000 دانه گیشت از دوشنبه آوردن، یگان مبلغ هم نگرفتن، خدا خیرشون دید، قریب 6-7 دانه بود. خب برادر ما امام خداوند بازم توفیقش زیاد کند و اهل نماز و اهل هدایت و اهل توفیقش گرداند و برادر الهام هم همراه فرزنداش خدا از کل آفتان نگه دارد. سید مومن از غرم در حق پدر و خواهر و عمم در یک ماه فوتیدند، گفتند دعا کنید. برادر ما تورجان از نایه فرخار دعا طلب کردند. فرزندان بابای تیمور با یک برادر دیگر یک ماشین آب آوردند برای آدمای طهارت میکردگی. خدا بابای تیمور هم رحمت و مغفرت کند و این برادرها را هم نگه دارد. و یک زن صعبگل از دوشنبه یک مبلغ دادن، گفتند در حقم دعا کنید. برادران از یاوان دنگره در حق پدر و مادر و بیماری ها دعا خواستند. از جنازه مرحوم کلابی از محله نابینایان یک مبلغ دادند. در حق کسانی که در صندوق خیریه صدقه میکنند خدای مهربان همه این بندگانی که نامهای اونها خوانده شد همگیش در نزد درگاه تو، در نزد علم تو همش آشکار هستند. خدایا همه امید و آرزوهاشون حاصل بگردان و خداوند همیشه در حفظ امانت نگه دار. و خدای مهربان این قوم جمعی که در این خانه تو حضور دارند تا جمعه آینده خدای مهربان در حفظ امانت نگه دار و همه عبادت هاشون بازم خدا ساعت به ساعت زیبا بگردان و به درگاهت مقبول بگردانی. آمین یا رب العالمین. خوش آمدین. خدا همه شما را صحت و سلامت نگه دارد.